ضعف نشه. رهبریم و دردیم و کشاورزاره نمیدونه. ببرین برای همه آقا که اونجا نشسته بگون اینکه فایده نداره که میان اینجا و هنچی میکنه. من یه پیام داشتم برای آقای خامنه ای که پدر من حساب میشن، ولی پدری که از احوال دخترش خبری نداره. ما آمده یه پرچم میدم خواستیم اینجا بزنیم پرچم ها روش نوشتم کیست ندای مظلومیت ما رو به رهبر معظم برساند. بده پرچم ها بزنیم اینجا اومده ما رو تهدید بکنه، میگه تو گونید بکنیم. میگن که مثلا با صداتون تو مناطق پخش شده. مناطق خب چرا هنچی به سرما میدین که یه آدم بیاد یکی بیاد صدا ما رو ببره تو خارج؟ فوری آقای میرسد میگه اینا ضد انقلابن. من از اطلاعات اومدم بگی ورش داره بره. آب حقمونه، ما شورش نمیخوایم بخونیم. ما نه ضد انقلابیم نه کارد سیاست داریم. حزب با گروهی و ما نداریم. ما اخلالگر نیستیم میونه این بیابون. ما ضد انقلاب نیست که کماندا بخوان برای ما بیارن. ما قابلیستا نیست، ما سر خوری. آیا میخوام بدونم حق من این بوده است که یکی از ارگان‌های ویژه بزنن با چوب بتون بزنن تو سر من؟ حق مردم مستضعف اینطور میدن؟ هر که حق امام حسین برای حق رفت، برای حق شهید شد. آیا میخوام بدونم حق اینه؟ حق کتک است. یه زن همه میتونن بزنن. نوکری دولتیم، نوکری رهبریم، نوکری انقلاب نظامیم. چرا هنچی به سر ما بردن؟ مگه ما چه سابقه داریم برای شورشی؟ سابقه داریم ما که هنچی به سر ما بردن؟ نه با این حرفا چیه ضد انقلاب گفته بود. ما ازش انقلاب با کردیم. ما خانواده شهدا ما اومدیم رفتیم جنگ کردیم. که شما الان بالا بشینید پوزش بدین. روزی که 330 تا شهید آوردن اصفهان، 20 تاش مالی رودش بودن، 7 تاش مالی شهر ورزنه. ما رو گوله چشمون تشییع کردیم. به جا 7 نفر 70 نفر کفن پوشیدیم برای جبهه. و پیرو به یکشون گفتم اون روز که ما تو جبه ها بدیم ما دنبال جبه ها میدویدیم تو یا نه نزایده بدود یا همو بدون یا نمده بدود یا جخ بدون یا آمده. این مردم هر کدومشون یکی شهید، 2 تا شهید دادن. تو این منطقه 150 تا شهید بودن که من 50-60 خودم دفن کردم. 130-40 تا جنباز داریم. 7 تاش من خودمم و برادرم و پسرم و همه اینا. ما از اینجا دردمون نیومد. من اونی هم که 2 سال رفتم جبهه، حالا دارم خون استفراغ میکنم. ما 23,000 شهید تو اصفهان دادیم. من همسر شهید هستم. خودمون پدر شهیدم. من فرزند شهید هستم. 4 سال من بوده که پدرم از دست دادم. منم بشه اولی شهیدم بشه من بوده. میگم من با خفتقالی بافی بچه ما دانشجو معلم کردم. رفت اولین شهید شد. از خانواده ما 7 نفر، یکیشون هم اصلا شد تا خونه که من ندیدم. خارسی با بطرم هم دق کردن به قولا موندم منم تنها پسری داشتم. برای مملکت رفت گوشته شد. اینطور من هم اینم دستم. با اینایی که شما